ساغر پاشو بریم مدرسه. ولش کن، باهاش صحبت نکن، بذار از تنهایی بمیره. تو چی میگی؟ من تنها نیستم، من پدر و مادر دارم، اونا رو پیدا میکنم. تو خیلی خودخواهی، به خاطر تو نزدیک بود بریم زندان. چی کار میکنی؟ سوگل بس کن، دختره که چیزی نگفته ولش کن. ولی یه روز میگه، هممونو بدبخت میکنه. قبول کن که ما نه مادر داریم نه پدر. اونا ما رو نخواستن، توف روزگار که ما رو نخواستن. طوری ترکمون کردن که انگار بدترین چیز موجود تو دنیا بودیم. من قبول کردم، تو هم قبول کن. گریه نکن، تو رو خدا گریه نکن. من به غیر از شما هیچ کسی رو ندارم. من شما رو خانوادم دونستم. بچه ها چی شده؟ چیزی نیست فریده خانم. ایلول سوگل چی شده؟ داریم برای اینکه بی پدر مادریم گریه میکنیم، اینم ممنوعه. ساغر تو هم با دوستات برو. اونا هیچ چیز من نیستن. صبح بخیر. نمیدونی روزمون رو چطوری شروع کردیم. چی شده؟ عمو کمال ممکنه زنده باشه. چی؟ یادداشت فرستاده که دلت برام تنگ شده. اون شب ایلول دستبندشو کنار رودخونه گم کرده، اونم فرستاده. یعنی با اینکه انداختیمش تو رودخونه بازم زنده مونده؟ یا زنده مونده یا یه دیوونه دیگه دیدتمونو داره سر به سرمون میذاره. ایلول اگه عمو کمالت زنده باشه فقط مادرت میدونه. باهاش صحبت کردی؟ ما با هم صحبت نمی کنیم. من از خونه انداخت بیرون، گفت به شوهرم تهمت زدی. یه زنگ بهش بزن، اگه زنده باشه مطمئن میشیم. ما هم طبق اون تصمیم میگیریم چی کار کنیم. الو شما؟ من ایلولم. من خاله فاطیمام دخترم. مامانم خونه نیست؟ نمیدونم، رفته پزشک قانونی یه همچین چیزی. چی شده؟ ایلول دخترم تو خبر نداری؟ اون پدر خونده یه عوضیت دزدی کرده. دیشب پلیس اومدن خونه رو گشتن ببینن طلا تو خونه هست یا نه. امروزم از تو آب یه جسد پیدا کردن. مامانت رفته ببینه جسد کماله یا نه. این پزشکی قانونی کجاست؟ یه جایی تو بیکوز. از تو اینترنت میتونی پیدا کنی. باشه. دنبال عمو کمال میگردن. دزدی کرده. بیشرف اون طلاها رو دزدیده بود. حالا زنده است؟ یه جسد پیدا کردن، گفتن ممکنه اون باشه. مامانم تنها رفته اونجا. اون شوهرش رو دوست داره. اگه مرده باشه دیوونه میشه. ایلول میخوای بریم پیشش؟ چجوری میتونم دلداریش بدم؟ شوهرش رو من کشتم. ایلول اون یه اتفاق بود. بریم.
سرکار بفرمایید. اومدم یه جسد رو شناسایی کنم. گفتن ممکنه شوهرم باشه. هرچند شوهر من جوونه، چرا باید بمیره؟ اسمتون چیه؟ مسعود ییلماز. با من بیای. فرید خانم چایی تو. دستت درد نکنه. نوش جون. خاله هدیه ایلو رو دوست داشت، چشون شده؟ تو میدونی؟ فکر کنم بچه‌های اشتباهی کردن. نریما خانم اونقدر عصبانی بود که میخواست ساغر رو بزنه. چی؟ آره نپرس دخترم، این سوگلم طاقت نیاورد رو هوا دست خانم مدیر رو گرفت. آره. موهاتو کجا رنگ کردی؟ خیلی قشنگ شده. وای یه آرایشگاه پیدا کردم خیلی خوبه. دیدم عکساتو شیر کرده بودی. کجا؟ نیشانتاشی. عجب جایی. سلام بچه. تونستی بفهمی بین گونه یا سوگل چی هست؟ هنوز نتونستم با سوگل صحبت کنم، ولی وقتی بفهمم بهت میگم. باشه، پس برو کشف کن بعد بیا با ما دوست شو. احمق، فکر میکنه از رو علاقه میخوایم باهاش دوست بشی. چه خبر؟ چی میخوای؟ باشه برو با دوستای جدیدت بگرد. آخه عزیزم حسودیت شد؟ 2 روز بیشتر آدم حسابت نمیکنن، بعدش میپیچوننت. نمیشه دست از این حرفا برداریم و دوتا یه گپ دوستانه بزنیم؟ میتونیم از این اتفاقی که اخیراً افتاده حرف بزنیم. تو این مدرسه کسی هست که ازش خوشت بیاد؟ چرا همچین چیزی پرسیدی؟ همین جوری پرسیدم، قصد بدی ندارم. مارال چرت و پرت تحویلم نده، برو پی کارت، برو ببینم. میگم تو گونه‌یو ندیدی؟ عصبانی نشو بابا، همینجوری پرسیدم. آخه این اواخر خیلی خوب با هم کنار می اومدی، واسه همین گفتم. گونه‌یو اول من دیدم ولی الان میبخشمش به تو. جدی میگی؟ گونه منو نگاه کن ببینم چی شده. مارالو فرستادی از دهن من حرف بکشه؟ دوستمون میخواد بدونه از تو خوشم میاد یا نه. تو داری چی کار میکنی؟ صبر کن عزیزم، صبر کن، الان نیتتو میفهمم. ببینم مگه من مثل شما عقب افتادم؟ من اگه از کسی خوشم بیاد مستقیم بهش میگم امشب بیا، شما که میدونی. آره منم چون میدونم تو چقدر بیشرفی برای همین گفتم. خب پس دیگه چه چیزی میتونه باشه؟ مثلا اینا خیلی کنجکاو بودن. دافنه چرا مارالو فرستادی پیشم؟ نکنه تو عاشق گونه ای؟ نگاش کن، لو پشت گل انداخته، از خجالت آب شد رفت تو زمین. گونه